بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان و گرامیان. برنامه مهارت‌های زندگی و اخلاق در خانواده. اولا خدمت شما عزیزان تقاضا دارم که در طول این برنامه‌ها اگر تذکری، نظریه خاصی راجع به برنامه داشتید شادمان میشیم و استقبال میکنیم که راجع به برنامه‌ها تذکر بدید، نظر خاص خودتون رو بگید، چه بسا ما بتونیم استفاده کنیم یا نقیصه‌ای باشه با تذکر شما رفع بشه. و ثانیاً این که این عرایضی که تقدیم میشه خدمت دوستان، اینها یک سلسله تجاربی است از خود ما و دیگران که اندوخته شده در طول سالیان و مدت‌های مدید و همکنون در وقت خیلی محدود و کمی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در حدیثی است که حضرت فرمودن بر شما باد به نشست و برخاست با اشخاصی که صاحب تجربه هستند. علیکم به مجالست اصحاب تجارب. چرا؟ فرمودن به دلیل این که تجربه به گرانترین قیمت که همون صرف عمر باشه برای اینها به دست آمده و شما به ارزونترین قیمت نشستن 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه در نزد اشخاص صاحب تجربه میان این تجربه رو کسب میکنید، دریافت میکنید و استفاده میکنید. فانها تقوم علیهم بعقل القلا و ترخصها منهم به ارخص الرخص. خیلی خوب، ما این تجاربی که تقدیم میکنیم خدمت دوستان انشاءالله مطمئنیم قدر اونها رو میدونید و روی اینها تأمل میکنید، فکر میکنید و انشاءالله راهکاری باشه فراراه زندگی همه شما عزیزان. صحبت ما درباره ازدواج بود. ازدواج چرا و چگونه؟ چراشو گفتیم در جلسه قبل که زوجیت و قانون ازدواج در همه موجودات عالم حکم فرماست. اما در این جلسه ما بنا داریم بگیم که چگونه، حالا چگونه باید ازدواج کنیم. البته تتمه از بحث قبلی باقی مونده، اونو اشاره کنیم و بعد انشالله بحث جدید رو پی بگیریم. انسان دارای چندین بلوغ هست. بعضی خیال میکنن که به صرفی که انسان به بلوغ جسمی رسید خب موقع ازدواج اوست. البته خیلی خوبه، پشتوانه خوبی ازدواج، ولی کن همراه با این بلوغ که بلوغ جسمانی و جسمی از او تعبیر میشه، بلوغ‌های دیگری هم لازم هست که در کنار این بلوغ به وجود بیاد تا انسان بتواند درست وظیفه خودش رو انجام بده. حالا من اقسام بلوغ رو خدمت شما گرامیان تقسیم میکنم و اقسامش رو عرض میکنم. یکی از اقسام بلوغ همینطور که عرض کردیم خدمتتون بلوغ جسمانی هست. این بلوغ جسمانی که با این توضیح که پیش از 12 و 13 سالگی این کودک که در حال رشده یک موجود وابسته‌ای هست به خاطر عدم تواناییش بر خیلی از اقدامها، نه توانایی فکری نه عقلی، وابسته است به پدر و مادرش. کودک وقتی که متولد میشه، چه دوران شیرخوارگی خودش چه دوران بعد، وابسته است به پدر و مادر، سرپرست خودش، فاقد مسئولیت پذیری و تعهده. یعنی هنوز اون قوه و استعداد درش به وجود نیامده که تعهد پذیر باشه، مسئولیت پذیر باشه. لذا موجودی هست زودرنج، ناتوان و دور از دوراندیشی و اینکه آینده رو بخواد نگاه کنه، حل مشکلات زندگی خودش رو عاقلانه هنوز وارد نیست بر اساس تجربه. لذا نیازمند هست با اولیاء خودش، به سرپرست‌های خودش، به پدرش، مادرش. از حدود 13 سالگی که میگذره تا 17-18 سالگی ناگهان
شکوفا میشه در او این استعداد و نیروی جوانی. لذا ما به خیلی از دوستانمون توصیه میکنیم که از سن 12-13 سالگی تا سن 18 سالگی خیلی تحمل کنید عزیزان جوانتون رو، چون اینا در حال شکل گرفتن اون به اصطلاح هورمون‌های خاص خودشون و در حال شکوفا شدن استعداد جوانی هستن. لذا ممکنه بعضی از حالات از اونها سر بزنه که برای شما قابل تحمل نباشه. یه بار میبینید اشکن میزنه، میرقصه، خوشحالی میکنه بدون علت ظاهری. یه بار میبینید زانوهاشو گرفته بغل داره گریه میکنه باز بدون علت. اینا همه معلول اون شکلگیری هورمون‌های جنسی و جوانی هست و معلول اون تغییر مرحله سنی هست. لذا باید تحمل کرد. این دوران گذراست. اطمینان میدیم به پدر و مادرها که این دوران ماندگار نیست، میگذره. با یک مقدار تفاهم با جواناتون، با یک مقدار راهنمایی، محبت کردن مخصوصاً، و نشون بدید که ما درک میکنیم نیازهای شما رو، با تشویق تا آرام آرام این مراحل بگذره. تا 17-18 سالگی که میرسن ناگهان رشد بدنی فزاینده‌ای پیدا میکنن. یعنی دختر کم کم اندام زنانه پیدا میکنه، پسر هم اندام مردانه پیدا میکنه. بر صورتش و یا بر لبهای بالای او خب موهای کم کم خشن میروید که حکایت از خب محاسن میکنه یا شارب میکنه. اینها خب نشانه های مردانگی است در مرد. زن هم خب همون خلقت زنانه در او کم کم مشهود میشه و رشد میکنه. در این فاصله زمانی مسائلی که مربوط به خب بانوان هست در دختران شکل میگیره، مسائل عادت ماهانه و خودش باز از نظر روحی و روانی یک سلسله حالات خاصی رو به دنبال داره. در پسرها هم همینجور مسائل خب شکوفا شدن قوه جنسی است و مسائل احتلام هست و خوابهای جنسی دیدن و خلاصه اذیت شدن و غسل بر اونها واجب شدن و اینا مسائلی است که حاکی از بلوغ جنسی در پسر و دختر میکنه. البته معلوم باشه که عرض کردیم اینها نشانه است که دختر و پسر اینها کم کم به بلوغ جنسی رسیدن، به بلوغ به اصطلاح شکوفایی جنسی رسیدن. اما این به این معنا نیست که همه بلوغها رو اینها کسب کرده باشن، چون ما بلوغ عقلی داریم، ما بلوغ عاطفی داریم، ما در جوان بلوغ اجتماعی داریم، بلوغ اقتصادی داریم، بلوغ قانونی داریم. شما ببینید قرآن کریم به صراحت میفرماید وقتی که اطفال شما به سن تکلیف رسیدن فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اگر رشدی در اینها دیدید، این همون بلوغ اقتصادی رو میگه، یعنی عقل معاش داشته باشن، بدونن مالشون رو چجور هزینه کنن، بعد میتونید اموالشون رو به دستشون بدید. یعنی پس گاهی میشه پسر دختر به سن بلوغ شرعی رسیده ولی ممکنه رشد اقتصادی نداشته باشه، عقل معاش او درست نشده باشه و لذا دادن اموال او به دست او کار ناصحیحی به نظر میرسه. ما این بلوغ‌های متعدد رو داریم در اقسام بلوغ عاطفی داریم، یعنی از حدود 13 سالگی نوجوان به تدریج خود رو در برابر یه پرسش‌هایی میبینه که اینها خیلی زیادن و مهمم هستن، اما نمیتونه برای اینها پاسخی پیدا کنه. او هنوز نمیدونه که اگر دروغ بد هست چرا بسیاری از مردم به دروغ متوسل میشن. این میخواد براش حل بشه. نمیدونه که واقعا کیست و چیست که در این جهان هستی نقش داره. یعنی میخواد خدای خود رو
بهتر از روی دلیل بشناسه، نمیدونه که بالاخره چه شغلی در پیش خواهد داشت، چه حرفه‌ای اصلا بهتر هست. اون نمیدونه خدا رو به چه منظور آفریده. این سوالهایی که غالبا برای جوانای عزیز مطرح هست. از خودش میپرسه من باید چجور لباس بپوشم، چجور با دیگران سخن بگم، چجور باید راه برم، اصلا مد و مدپوشی خوب هست یا خوب نیست. اینا مسائلی است که تو ذهن جوانان عزیز میاد که در بیشتر جوامع بشری از حدود 18 سالگی که هویت خودش رو جوان پیدا میکنه، کم کم خودش رو میشناسه، علایق خودش رو عرض میکنم خدمتتون و اهدافش رو اینها پیدا میکنه، برمیگزینه. با این حال ما میبینیم که باز نیاز به مشاور داره. یعنی اینجور نیست که حالا اگر به حد بلوغ عاطفی رسید بگیم تمام نیازهای خودش رو خودش بتونه انجام بده. باز نیاز داره که در ارتباط با یک مشاوری باشه. یکی از بلوغ‌ها بلوغ عقلی هست. بلوغ عقلی هم خیلی مهمه. از امام صادق علیه السلام سوال شد به من یتحقق البلوغ، قریب به این مضمون، یا بلوغ به چه حاصل میشه؟ خب حضرت پاسخ دادن بلوغ جسم به یک چیز است، بلوغ عقل به یک چیز است. بلوغ جسم به این است که انسان خب اون نشانهای بلوغ در او به وجود بیاد و انسان بالغ بشه و انسان وقتی که از او خارج شد اون چی که نشانه بلوغ هست این میشه بالغ از نظر شرعی. اما نشانه بلوغ عقل فرمودن به خارج شدن از منا و آرزوهاست. یعنی انسان ارزش انسانیت خودش رو پیدا کنه، اسیر آمال و آرزوهای ناصحیح نشه، یعنی واقع گرا باشه نه تخیل گرا. مراد این هست. پس بنابراین بلوغ جسمانی وقتی که با بلوغ عقلی، بلوغ اقتصادی اینها دست به دست هم دادن، بلوغ عاطفی، کم کم انسان آماده میشه برای اینکه مسئولیت پذیر باشه و تعهد پذیر باشه و اینکه تن به ازدواج بده. اینجاست که انسان میتونه یک زندگی رو اداره کنه و در روایات و احادیث هم بسیار سفارش شده اینکه انسان ازدواج خودش رو تأخیر نکنه. چرا؟ چون در اوائلی که انسان استعدادها شکوفا شده بهترین وقت برای ازدواج هست. وقتی که این نشاطها، این امکانات از دست رفت دیگه انسان نه اون حال و هوای جوانی رو داره برای ازدواج، نه اون حال و هوا رو داره برای تربیت فرزند، تا آخر قضایایی که خودتون عزیزان بهتر میدانید. این قسمت بود از بلوغ انسان از نظر جسمی، از نظر عقلی و عاطفی. حالا ما باید وارد سلسله مباحث بعد بشیم که ببینیم حالا انسان چگونه باید ازدواج کنه و الگوهای انتخاب همسر چگونه خواهد بود. انشاءالله در مباحث بعد بیان خواهیم کرد که ما الگوهای انتخاب همسرمون چه خواهد بود و اصلا با چه آیتم هایی، با چه آدابی و با چه ملاک هایی ما باید ازدواج کنیم انشاءالله. خب حالا راجع به مسئله ازدواج که عرض کردیم که چرا و چگونه، چراشو گفتیم، حالا نوبت میرسه به این که چگونه ازدواج باید کرد. آداب ازدواج از دیدگاه اسلام و اهل بیت علیهم السلام چیست و چگونه باید ازدواج کرد. از اونجایی که اون چی که ارزش میده به عمل ما نیت هست که به تعبیر قرآن کریم از نیت تعبیر شاکله میفرماید. شاکله از شکل دیگه شکل میده عمل رو. نیت هر گونه‌ای باشه عمل رو هم همونجور شکل میده. قل کل یعمل علی شاکلته، تفسیر فرمودن ای علی نیته. یه وقت هست که نیت خوبی است، پاکی است،
عمل انسان هم بسیار ارزشمند میشه، ارزشمندتر از هر جواهراتی، از هر طلا و نقره‌ای. این وقت هست که انسان نه، نیت پاکی نیست. این نیت باعث میشه که عمل انسان از هر چیز بی ارزشتر بشه. پس نیت خیلی مهمه. ما اول قدمی که در مسئله ازدواج توصیه میکنیم به دوستان و جوانای عزیز، داشتن نیت و انگیزه خوب هست. ما اولا در این برنامه‌های ازدواجمون اینو بد نیست بدونید، ما چند مرحله برای رفقا کلاس میگذاریم، به صحبت مینشینیم. حالا اسمشو کلاس بگذارید یا حلقه دوستانه بگذارید، گاهی حالت واقعا دوستانه داره، مثلا یه نشست دوستانه است، گاهی اصلا ضبط هم نمیشه، فیلم برداری هم نمیشه. 6 تا 7 تا 10 تا جوانایی که اینا تصمیم ازدواج دارن میشینیم دوستانه کنار هم، اون الگوهای صحیح انتخاب همسر رو برای اونها بیان میکنیم. ما یه جلسه داریم قبل از انتخاب همسر برای جوانا، یه جلسه داریم بعد از خواندن عقد و دوران طلایی عقد، یا به قول بعضیا دوران برزخ عقد و طلایی تعبیر میکنیم بهتره، چون برای بعضی آخه برزخه، اینا خب آزادی کامل ندارن و لذا خودشون تعبیر برزخ میکنن، میگن ما در عالم برزخیم هنوز. به هر صورت ما یک جلسه هم در دوران عقد میگذاریم، چون قدم اول زندگی مشترک شالوده و اساسش تو دوران عقد ریخته میشه. جوان اگه ندانه با همسرش، با طایفه همسرش، با پدر و مادر همسرش چجور رفتار داشته باشه، همون روزهای اول استکاک به وجود میاد، اختلاف به وجود میاد، به هم میخوره ازدواج ها. خب این باید بدونه که با همسرش، همسر جوان تازهش چجور باید رفتار کنه، با پدر مادر او، با کسان او. لذا توصیه هایی داریم در این دوران برای تحکیم مودت و محبت اینها. اون راهنمودهایی هم که تموم میشه که هیچ دوره‌ای رو ما جلوتر نمیگیم، مثلا دوران عقد قبل از انتخاب همسر هیچ وقت نمیگیم، باید انتخاب همسر بشه تا این دوره رو براشون شروع کنیم. یک دوره هم برای مسئله عروسی و شروع زندگی است، اونم باز میذاریم برای همون شبهای خودشون در آستانه عروسی و ازدواج. راهنمودهایی است که اونها رو البته در خیلی حاله ای از به اصطلاح خصوصی بودن که اونها دیگه جنبه خیلی عمومی نداره، راهنمایی‌های لازمی که دلسوزانه باید راهنمود داد که خیلی ها توجه ندارن. بعد جلسه 4 داریم برای وظیفه متقابل و وظایف متقابل زن و شوهر با هم، مردان و زنان با هم. خب بسم الله، این قدم اول که ما چگونه ازدواج کنیم، اولیش نیت که انگیزه ما از ازدواج چی باید باشه. ما میبینیم که بعضیا انگیزه شون از ازدواج ثروت هست، یعنی ثروت پدر خانم چشمشون رو گرفته، یا دختر خانم ثروت پدر شوهر چشمش رو گرفته، ثروت خود شوهر یا زن چشم طرف مقابل رو گرفته که اومدن ازدواج کنن که دسترسی به اون ثروت پیدا کنن. این انگیزه ناصحیحی هست. یا اینی که زیبایی شخص او رو جذب کرده، به خاطر زیبایی اون فرد داره ازدواج میکنه. هر دوی این انگیزه های ناصحیح است. اشتباه نشه، ما نمیخوایم بگیم آدم بره با آدم زشت ازدواج کنه، حتما الزاماً بره با آدم فقیر ازدواج کنه، نه، ما این نظر رو نمیدیم. ما میگیم اینها ملاک نباید باشه. اولین و مهمترین ملاک ما زیبایی و مال نباید باشه. ملاک چیز دیگری است که خواهیم گفت انشاءالله، ملاک های ازدواج و الگوهای صحیح انتخاب همسر که از مهمترینش نجابت، اخلاق، تدین شخص و باور داشتن او حقایق اخلاقی و اعتقادی و مذهبی است. این مهمه. اگر با وجود این خب زیبایی هم داشت، نورون علی نور، چه بهتر، ثروت هم داشت، خیلی خوب، اما اگر بنا بشه نجابت و دین و همه اینها فدای ثروت و زیبایی بشه، اینجاست که هیچگاه توصیه نمیشه همچین ازدواجی. پس نیت خیلی مهمه.
ما باید بدونیم اگر نیت صحیح داشتیم این جهان مثل یک موجود ذی شعور و با فهم پاسخ خوب میده به نیت خوب ما. اما اگر نیت خوب نداشتیم باز نیت خوب پاسخ خوب نخواهد داشت. لذا در روایت داریم امام علیه السلام فرمودند کسی که به خاطر ثروت و مال کسی ازدواج کنه خداوند او رو به مال و ثروت طرف و زیبایی او رها خواهد کرد. و پر واضحه زیبایی با یک بیماری از دست میره، ثروت هم که همچنین در یک پیش آمد، در یک حادثه این ثروت انسان از دست رفت. اینا چیزای ماندگار و پایداری نیست که ما روی او بخوایم تکیه کنیم. پس ما اگر قصدمون صحیح بود در زندگی، درخت زندگیمون به بار می نشینه و میوه های خوب و مطبوعی رو به ما تحویل خواهد داد. آثار و پرخیر و برکتش در زندگی متوجه ما خواهد شد. تشکیل خانواده یک اقدام بزرگی است، چون سرنوشت ساز تشکیل خانواده اگر از ابتدا بر پایه قصد و نیت درست استوار باشه در تأمین سعادت زوجین مرد و زن مؤثر خواهد بود. از این جهت زن و مردی که با بستن پیمان مقدس ازدواج و زناشویی به تشکیل خانواده میپردازند باید از همون آغاز بنیان کارشون و بنیان ازدواجشون بر صداقت، پاکی و رضایت و خوشنودی خدای متعال حرکت کنند و تصمیم بگیرن و در پیوند الهی که میبندن واقعا پایدار باشن، استقامت کنن و راست بگن به هم اون چه که وعده میدن نسبت به وعده هاشون انشاءالله خلف وعده نکنن. اون وقت اگر اینها رعایت شد، نیت پاک داشتن، پای تعهداتشون موندن و یه همچین خانه و مسکن و زندگی محل نزول و آمده رفت فرشتگان رحمت الهی میشه. یک همچین زندگی مورد دعا قرار میگیره. اما اگر خدای ناخواسته رعایت نشد، زندگی پر از دلهره، اضطراب، ناراحتی خواهد بود که نه خودشون سودی از این زندگی خواهند دید و نه دیگران لذت میبرن از زندگی اونها. حالا این قدم اول، ما قدم به قدم میریم جلو. این قدم اول بود که اولا نیت خوب داشته باشیم از ازدواج. خب این نیت خوب چه باشه؟ این نیت خوب این مواردی که من میگم اینا رو حساب کنید. یک این که چون خدا دوست داره ازدواج برای رضای الهی، این مگه کم چیزی است که انسان کاری انجام بده که خداوند از اون خوشنود بشه، برای عمل به دستور پروردگار که معالاً رضای او رو به دنبال داره. دوم برای اینکه از حرام حفظ بشیم. خب ازدواج باعث میشه انسان از خطوط انحرافی جنسی حفظ بشه، این خودش نوع عبادته، برای که انسان از حرام حفظ بشه. یکی دیگه از انگیزه ها باید این باشه که برای توالد و تناسل و زیاد کردن معتقدین و گویندگان لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و علی ولی الله، انسان‌های معتقد دارای باورهای پاک و مقدس و خدمتگزار جامعه، انسان نیت کنه که فرزندان صالح و شایسته‌ای رو تحویل جامعه بده. این هم خودش باز یک نیت. اینا نیت‌های مختلفی است که بر یک اقدام که اقدام ازدواج باشه اینها انجام میشه. پس تحصیل رضای الهی، حفظ از حرام و انحراف‌های جنسی و یکی هم تحویل فرزندانی صالح و شایسته به جامعه. اینا یکی از ارکان مهم نیت در ازدواج هست. حالا اینا خطوط سبز بود در ازدواج. ما یک سلسله خطوط قرمز هم داریم، یه سری خطوط زرد هم داریم،
این خطوط رو باید شفاف سازی کنیم که عزیزان آشنا بشن، جوانای عزیزی که میخوان ازدواج کنن، چون انگیزه های ازدواج خب بسیار فراوان هست. ما حالا بریم کم کم روی خطوط قرمز ازدواج، ببینیم چه ازدواج هایی نباید صورت بگیره، چه نیت هایی رو ما در ازدواج نباید داشته باشیم. حالا به قدری که فرصت داشته باشیم ما به بعضی از اینها یا یک نگاه کلی و چشمانداز کلی به اینها داشته باشیم و سپس مشروحاً در برنامه‌های بعد انشاءالله وارد اونها بشیم. خب حالا ما گذرا عرض می‌کنیم خدمتتون، یه وقت انگیزه ما از انتخاب همسر دین هست و عمل به دستور پروردگار، خب این خوب بود، از خطوط سبز. یک وقت فرزنددار شدنه، این هم خوبه. یک وقت این است که ما میخوایم دارایی کسب کنیم و یا این که به مقاصد مادی خودمون برسیم، خب این از اون خطوط قرمز هست که صرفاً مال و مادیت نباید مرادمون باشه، صرفاً زیبایی، این از خطوط قرمز هست. دیگه از چیزهایی که از خطوط قرمز به حساب میاد اینه که ما دلمون سوخته باشه به حال کسی میخوایم باهاش ازدواج کنیم. این شخصیه واقعا همخوان نیست با ما برنامه‌هاش، اما ما دلمون سوخته. یه دختر عمویی داشتیم مثلا این بنده خدا تو خونه مونده، حالا ما رو دلسوزی او میخوایم باهاش ازدواج کنیم، این اصلا مورد توصیه نیست. یعنی صرف دلسوزی انگیزه ازدواج ما نباید باشه. ما باید ببینیم آیا برنامه‌های او از نظر اخلاقی، دینی، اجتماعی، از هر نظر آیا با ما همخوان هست یا همخوان نیست، اون مهمه. ولی صرف دلسوزی اگر باشه انسان خب شاید به نتیجه‌ای که باید شاید نرسد. حالا این بعضی از خطوط قرمز بود، چون فرصت ما محدود هست به حول قوه الهی در برنامه‌های بعد خطوط قرمز دیگری رو از ازدواج برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. به حول قوه الهی موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.